بابا خوب شده می عریسی برار منگو شد دل جمع شده. امی بیچاره چند وقت تنه به ایران دود بیامد. امی مصرف عروسی خوبی آورد. امی عریسی که کجی بشه ما دل جمع شد. اینجا باشیشته ای چکا کنون لولو؟ وقتی برانم امی کارتار ببر توزی کو چه کار میکنی؟ بیا بریم مثلا تحریم و نعنان نخ کو وقتی امی روز عروسی داریم جنجال داریم هم به سر خود مانه این کارا خود اینا با پا خود نمیره انجام نمیشه مگر ما بدویم یک بلو کارت اون اینجا گذاشته ما چه نمیبونی توزی نمیکنی؟ آخی یکی نیه 2 تا نیه 10 تا نیه شهریار ما مگر ببرم امی همسایه هایی که نزدیک تو ببری بردا برو وزا سهی نکن اونا هرچی هست وزا ببرم اونا خود سواد داری میفهمه رو اینا بخون به درس راه اینا توزی کن چشم لولو آه پیاده ما برو. یک تکسی تلفنی از شهر زنگ میزنه که بیای از این قلبه یا بعد به شما گفتم لولو یک باسکلی بخری ما یک خری نداریم از این قلبه او قلبه یک باسکلی به ما بخریم که بعد می پیاده روی دل جمع شد. ما مشامد اون خره داره خر سرشو برو کارتا توزی کن بابا برات مرغ مرده به درس راج اونا نری نمیدم چی جا خر خوبه حالا برو همی کارتار به هر طریقی میشه مگه توزیع کنه نمیشه که همی حق همسایه قوم مخیش تلفنی شما موتور داره همین کار ببرین توزیع کنه. آخی 10 جا دگه کارت مگر ما به شهر ببرم کارت مگر ما به زود دیار دگه ببرم آخی چرا نمیفهمی نزدیکات تو ببرد عروسی برار من عروسی مردم بیگونه کنیه خوبه لالا این تهمشه که 2 ماه دم سرا به سرا بره برات کارت توزیع کنه مگر ما کار رایر بکنه تو به خدا تو به برات کار عروسی و برات کارت عروسی مگر اینا یک سره بگی بره فقط میتونه جا چاپی جا پیتری پیدا کنه که بیای بشینه و خود قلما خورده خونه چند صبح که براده ما بلند شدم به کار بخش کرده تا حالی ما توضیح میکنم هنوز هم خلاص نشده. لالا ما باز انگاه میزنه میگه کنگی تو چه کار کردی هنوزه که همه کرده هسته بابا یک نفر خود چند جا کنم به چندی و به چند محله برو هنوزه کارتا شهر بمونده که مگه از شهر رو برو توضیح کنم امیره قوام پوش شده لا 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 السلام علیکم جوان گنجیشتری خیلیاتی جنگیری چیکا پوه اشتلا قوم خشا مدجا پتجا برار کار خوبم شکر به دعای شما تیار هستید زنده باشین بی بگو هرچی تو خوبم شکر به دعای شما سلامت باشین زنده باشین جمع گو میگو که دی دعوام کو با کارت عروسی به دستتونه او کو نه ای نه جمع گو جو آریو یم کارت عروسی از سینته جی قرار منه دیگه جمع گو خوب و تبریک باشه پس عروسی بگرفتیم ها آه دیگه چیکار کنی گفتین دندونی که کندینیه امور آدم جو تراکه بکنه دل جمع شه برارمه همین برار من چند سال هنی نمزد داره بیچاره به ایران بودالی بیامد از ایران یکم که پولای داشته گفتک باشه کم اینا عروسی خوب بگیرم گفتین خوبه دیگه بخیر برای آخر کنیم عروسی مگه هم میگرفتیم خوبه که جیرجو خوبه کار خدمت میرسه اگه با کمکی و کار بودنم جمع گل زنگ میزنم ما با خدمت ما رو خیلی شیرفه خدا حافظ شباکی را آب بیشتر کنه امشب عروسی داری همسایه ها سوار کنه امشب عروسی داری برای عروس تو باد همین کارتا که هنو به دستتونه تو غیر از این که بخونی بخور لالا چین بابا اینا توزیع که برا کار کودگه لالا چین سلامو بگم توزیع کنم دلم خواهی میبرو نگو یک کار کنه چکا کنم
برو به سراغ گیلک اینا کارتال بدونا نشون ندی برو همین تا دم فارغ شدی برو به سراغ گیلک اینا بگو که اینطور به عروسی خبرم ببره میرن که میلاد بیشتر خلاص شه فهمیدی اینا رو ببر اول توضیح کن که دیر میشه هر دم فارغ شدی با برو به سراغ گیلک اینا تو زبونکی اونا رو بگو کارت اینا لالا بابا اونا کارت من تو کار سرکله از اینا به کارت چی میارزه 80 بیتر کارت خدمت اینا با کارت بزینا بودم اونا زبونکی 1 ساعت به عروسی بمونه بگی میایم یعنی گیلک و عباس اینا ارزش کارت ندارن ارزش یک نوع قلم ندارم که برو کارت نوشته شد کارت به 80 به خدمت اینه شما دلجم باشید برو از هم اینا رو ببر توضیح کو فارغ که شدی برو به سراغ گیلک اینا بگو این شو به عروسی خبره خوبه چشم بفهمیدی اونا بیازی به تو بگم 1 ساعت نیم ساعت به عروسی بمونه بعد داره سرخوره اگه میزنم میایم چشم مثل کلی از اینا از عروسی آمدن نی همیچی سیوسه بلای مبرد گیلک براد عباس باید بیاید نمایم به قبری صغیر بچه ها اونا رو به عروسی ما چکا که بزرگ تشریفات بگیریم کارت ببره چشم برید زودتر همی کارتال ببری توضیح کنی که حیات تو نره گردن من به 10 دقیقه دیگه همه خلاص میشه زودی برو کجیر حیات مبرک کجیر بری بیا یک سکو برای من چی میگم به تو خوب کارتال که بردی خوب میری به زوی قله ماما نظر محمد و دین اومد خوب با ماما نظر محمد بگو ماما برار ما هرچه به شما زنگ میزنه گوشی خود جواب نمیدیم خوب همون دیزلتا ماما شما و ماما بیاین دیزلتا ماما خود بیاریم به در سلام ساعت 5 بجه نمازدگر که امروز مجلس داره میریم به شهر میریم به تالار بفهمیدی بگو گوشی خود جواب دین که برار ما به شما زنگ زنه نخرن خود شما گپ زنه لالا سیک کنیم از اون ماما کرده بیتره بریم عدم شهر 2 تا دیزل تمام گفت زنیم ورداریم بیاریم که خبری ها مال ببریم اگه مال برم به در سرا از اینا پری از اینا بگو دیزل تماما خور بیاریم که خبری ها مال ببریم اینا دا اینا بلندی میکنه دیزل تماما اینا وقت کریچی میمونه اما خیال اینا رو فورتینر میکنم فایده نداره اونا به درد نمیخورم بریم از شهر بگیریم 2 تا تو که گپ خوبی میزنی که دیزلتا ماما اینا کنه مونتا اونا دیوار مانن دیرفاسی هم بشه گفت پینی مشکل نداره یکی هم خبرشن که ما عروسی برار خود بگرفتیم دیزلتا ماما شهر آوردن چی میگم سکت اینا خودی خور بیگونه پرستم برو به قصی و نباش حال به هر روز که ما مجلس نداریم به هر 10 سال 20 سال یک دفعه یک مجلس داره آدم امی همسایه خود بگی میتره برو به قصی نباش با اگه خیلی نکنو که بفهمیدی تو خودی و گفت زنی یا یکنی مزار 1400 1500 خودی و گفت هر کدوم بگو بیایم بریم خود ما دلجم باش صحیحه من دلجم باشم من دیزلتا ماما من میرم که اون موتر هم بستون و معرفی خود که گل زنیم السلام علیکم خوبی چمه یاد میکنی من میرم خواهد دارم کجا میگه بریم بخونه بریم عباسو جان شنم هم میبین خوب شکر عباسو بله سیکو خیلی مدرد شما عیاد ما برشتیم کارتا را نوشته کردم انال کارتا خلاص شده این شو به خیر خوشی به مجلس خبره و خدیم بیاییم خوبه عیاد شما نره فیمیلی خبره چی یک بار دیگه بود کشی میگم این کارتا که نوشته کردیم شما عیاد ما برفته بگیم انال کارتا هم خلاص شده این شو به عروسی خبر قرار کرده فیمیلی همه مرود داری همگی شما به خدیم بیاییم این شو عروسی امشه بررسی خبری من که نمازدگر و ما شمشه مو شما یک گفت چیه دیگه ولی کارت نباشه نمیایی کارت که چی دینی عروسی خود شما نبراره من میفهمم سیکو تو من 10 دقیقه از 5 دقیقه سوال دیگه میدی که میگه امشه بررسی خبری به تالا را خود چه کار میشه؟ چی معنی میده که نکاستم باید که عروسی شو داشته باشه نمازدگر بره بابا شما خبر نداشتی ما عروسی داریم
خب خواهدشی آری یک کارتی چیه دیگه ما منتظر کارت شما بودیم که کارت شما بیار بسر ما باشوسته که برای من زید نکنی شما همه که خواهد چه بیایی ایت نگو کجی که کارت یاد مرفت چه کار شد ایت شد بسمدار شد بگو شما ارزش ندونستیم بگو کارتا تقسیم کردیم همه کارا که خلاص شد بیا آمدیم شما خانواده بی ارزش خبر کردیم بررسی ما ایت بگو همه مگو یایم خونه همه نی امروز سر رفتم سمسوی من ناجور بده کمی بفهمیدی؟ کی نگه ما با کلونتر بگم تو علی دید کردی هیچ کی رو خونه مالی خیلی بین خدا نمه عروسی شما رو آدار داشته باشه خدا میمونه شما رو شما موفق بسید که بیا عروسی شما یعنی نمیایی؟ نه خیلی بین اطراف متقریب باشه شاید اگه میخوری هستونی بخیر بید برو خدا حافظ ما عظیمیه به خاطری که ما پیش خانوادی از این ارزش نداریم یک برام اقتصادی یک اقتصاد مضاعفه و می خاطر پیش از این ارزش نداریم مردکه مزروق در خونی خواه 5 بجه خبر نمیکنه که تو بیامدی بگیم شه بررسی خبره نه لباسه نه سرکله نه عمومه 5 بجه نشون بشه وقتی برو به تالار برو یعنی چی معنی میده پاکینه خبر کردیم ما خبری امشب خوردن میری لقمه میری دیگه ما تو نانه گله یک کلمه تو بگم مال کشی رو پیش بایستاد کجا اون که تو به تر کوچه دیدی مال پیش می گپ میزد چی میگو؟ تو خود تو قضاوت کن هم کسی رو هم بدیدی که وسط 5 بجه نمازدگر بیا تو رو شو عروسی خبر کنه امشب بیونه حالی نیه امشبه هم امشب بگم من هم تو مزدور در خونی خب 5 بجه عروسی خبر میکنی که بره ما مزدور در خونه کجا بودیم ما مرغی نداریم تو گیشته باشه گله تو نمیفهمی برو تو عقل تو کمه من میفهمم به خاطر ما پیش خانوادی از این ارزش نداریم به خاطر تو که اینو کمی تختکم بیعقل نمیفهمی میفهمید و میخاطر ارزش نداره ما میرم کارتار همه توضیح کرده بیاد پیش من بگه کارت خلاص و چکار فلان شما میشه بیم وقت از این بررسی بیه خب بله از اینجا پس رخصت کردم نه خدا قسم بفهم تو بررسی رفته گیل نکو چره همین تکرت رو دیوار نزنم گیل که هیچ شفاخانه تو قبول نکنه چره هاش ما بلای داری امشب چهار بخاطره امشب چهار بخاطره تو نمیفهمی آنه به تو خلاصی گپ رو بگفتم من میرم نه بیار برای نه میگم من یک کتری مول بزنم مثلا دم سر خود میشیرم خود تو نمیفهمی همین رخت لباس همین سرکله همین عمومه خوانه ولی چند دقیقه بعد روشن میشه کسی بیده که برسی بره عروسی تنه که دور سر جلوتر کارت بخونی مدکه میایه نارم نه چی میایی که بری اگه تو بدی رکم بگو خیلی بگه که ما خبر کرده یعنی نجم نارم پیش تو نجم و آنه تو باز تو مادی بجی آنه تو بگفتم دیگه من همین درس رو نکنی بسا نهی اون کو بیچاره بیا مانده بگفته که گیلک تنیم شه و عریسیه بیا چه دو جلوتر رما چه کارت نگو کم هر چی که تو نگو تو نمیفهمی هم بدن گفت میفهمی برو سر برو خونم برو یعنی نهاری دیگه ما گفتم میشه و خاطر لقمه زنم گیلک هم که میگم نریم دیگه دلیلی چیه که با دلیل میاری به من